ما همش دستیه دستی باشه بهترین کاره بهترین کار است اکنون دستی را چه نشونیم موی مرد میشیم دستی خواهی حاضر هم بشونیم میشم مایری بشونیم مایری چکرتر نکنیم چکرتر دیگه کنیم در کدام طرف انا جا کمی کشیم کو حتما لوندر در طرف افتاب میزند کو همون طرف در لوندر کوره در جا بعضی آدم افتاب طرف افتاب 15-20 سانتیمتر خوکم ریزیم انا کن گاه کنید بخور میبیاد موی اپریل میشه شما که مرد میکنید تخمینه را کنید یک دوباره حوزی گرده حوزی درست انا کن با دست 10 سوتی خواهی 5 سوتی خواهی در 10 سوتی 300 کیلوگرم میرود در 10 سوتی 300 کیلوگرم کارتوشکا میرود در یک سوتی خواهی 30 کیلوگرم میرود همین خطوه کمی یک سوتی خواهی میرود برای اون که یک لیتر 3 تون در 10 سوتی 300 کیلوگرم در 1 سوتی 30 کیلوگرم میرود باز هم اکنون حوزی مومشیر تاویی انا که بلوش کلان تکیم خوب بور میکنیم موهای فبرال آخر میشود و مرد میگیریم کلان دا میگیریم و همون زمین دا همون خوکا برابر میکنیم و همین جا کودا میکنیم دوجه شما میفردید لیکن در وقت شمانه کارتوشکا حوزی جا کورا میکشین و خوروی برگی بسیدگی خوکیستا لیتر امافوس لیتر در کور نیست لیتر امافوس یا امافوس یا موضوع کلیدور و پیش از همه مجموعه نورهای میکروبیولوژی را این چه اصول است که کارتوشکا میمونیم بارا میپرتیم بعد автомат سایکو و اینو آب فاکتور در آب در خشکش نمیشن در آبی هستن هم یک بار اپریس کردیم تای خوب میکنیم یا که پر لیکن حتما لونده بوله پرو دا بیا بعضی رو میگن که ما اول کارتوشکا میمونیم بعد اول پر میدیم نه بگذار که پرو اول بیا اول بیا باید دورو مارگانه کارتوشکا طرف خوندن بعد خلاص که تای خوب میکنیم انا می کار حتما بکنیم اولی بهور برای چی من میگوید که هاور کنیم همین وقت بوده بعضی علافات بدونن بدور میشن و باید با برف میزنه و کمک که میگه خواهد سفولک میشن انا که وقتی که ما یک کلام کتی که هاور میکنیم خریب هاور میکنیم لیکن نگاه کنه که اگر کمی بود حرکت کنه که نبری بخاله باید تخمک منامی تخمیه که در دست من هستن بسیار حجم خوبی تخمی تیراموی شنودن دارن لیکن سوالی تاولم در اون بود که ما ببریم اونه بهار بریدن ممکن است حالا نه کدام نمودی کارتوشکا کارتوشکا که کلان است من همین کارتوشکا کسالی کفیدنی بولو هسته کو هم ای بولو میکفد کارتوشکا بعضیش ای درون میکفد درون میکفد درش هم بکنم میبینیم چونه که بهار باشد اگر ببریم و شونان در کور نبایم کسال است اینا گرفته فقط در درون دیگ خود میخرید تمام جاش دیگه در زمین خب کارتوشکایی که حاضر ما کشت میکنیم تیراموی بعد انا میخواد باشه انا این ضرور نیست حالی شوندن اینا یکو که باید کشتوی نمیخپا دیومش که این بسیار کلون است و این خیلی کارتوشکا کلون شوندن حاضر حرف میشه برای که میرم حتما باید ما ببریم انا رازمیر دیدید تخمی مور تخمی مایده تر 30 گرم تا 60 گرم را متفاوت این یک طرف دیگه مسئله برای این کارتوشکا کلونی ده شده کو اینو را بگیرید و اگر مثلا شده نور آلوده مونید در اون تکخونه در اون جای گرمتر که خواهد میزنن اینا تو بهورا کم کم نش میزنن شما مرد میشونید این توموی مرتا کم کم چی میکنند نش میزنند آماده میشد همی کم ما یک کورد پاتکن دوریده یک کورد میتونه دورید من میخوام که نشون بده که چه بریدن در کور کارتوشکا میگیرن من میدونم که شما میتونید یک تا کورد آورده دید یک تا کورد برید که من اگر کورد نباشد مایلش من همین خیلی میکنم لوندای کارتوشکا چیش تخمکش چشمکو اینو بکشید من دیگه میکشم یکی این کارتوشکا بله چشمک در اینجا یک تا دو تا دورد این چشمکو بسیار فعال نیستن پیر شدن چرا که آدم پیر میشود همینم چشمکوش پیر میشن یکی چشمکی حسین داگی در خیز میسر شد یک خیز میسالون شد چشمک داگیه یک خیز میسری شد
همه وقت حرکت کنی که کارتوشکا رو من این که نغز کار میبرید به آورده چیز نموشه دست من خوبه میاولی میبریم شد حالا که دیگه کنیم بهترین کارتوشکا همین خیلی با مزه نغزه این بیسو با صورت رش مانم میدوره صورت اگر اجیگر پوش همین رش دسته اینا ما اگر در زیر پارتیمپو از این حاصل نمیگیریم اینا ما باید بخوریم خیلی خیزو انا این رو باز گوریگا من میخوام که نشون تو چشمک قریب 10 تا هستن اینا بهار من میگم اینا علاقه نش میزنن این سوالی هم تقوم هستن انا این خیلی میبریم و خیلی برید دیدم اینا این خیلی میبریم برای که چشمکو باید هر چیزم تقسیم شن بعضی آدما نگاه نکردن کارتوشکا رو در وقتی من فقط با چشمکش نگاه کردم بریدن در پورا چی چشمک داشته باشه 2 تا 3 تا باید چشمک در اینجا چشمک یا چمیمونن یک چشمک نداره دیدی در این قسم اینجا چشمک خیلی کم است اینا برای باید در خود خورده شود و اینو من خیلی بریم این من برای بهار ده برای حوزه نبره کارتوشکا رو همین کارتوشکا سرکو کرده یا لونشان شانتی بریده شما گفتم که من این تشریح با کندلان نبرم یک طرفی که برای که همش استفاده برای انا قسم بالایش بریم بهار لیکن با حاضر برای کشتی تیرا موهینا بریدن توصیه نمیکنه فقط دوی یک لخت که من خیلی دوی نغزن بعد نگاه کنید همین کارتوشکا خودش همین گولی با کسال ندیده شد یک کنیم تا کسال بود من نگاه کردیم کسال من دیدید حرکت در اومدگی هزار هم آن خیلی تا شیرم خوردگی یا که شیرم خوردگی همه برای چی من گفتم که حتما بریزیم من این خیلی کارتوشکا میبرویم من این خیلی کارتوشکای کسالی که اینا فتفتروز میگن من این خیلی گاه کردم منی درش خوردگی های شما میگه که ما کارتوشکا رو شنونیم لیکن تو بهار میپسا یک وجه اگر ما 4 5 تا نیهول داشته باشیم 2 تا 3 تا نیهول ما نمیبرویم سمی کسالی میشه بگو برای کسالی ویروسی رو میگیره سری تیرامو میگم مثلا برای خوردن من اینجا شرکت کردیم از این صفحه میگن خورده است خیلی بی طرف میبریم شما تو بیمالات استعمال کنیم نه فرق او سفید دیگه سورت وقتی میریزی تو سفیدش الوهیده بگیری اخوای هست اومده باش شما خریدی او در اینجا ندیدی و حتما سفید الوهیده بشونه سرخش الوهیده بشونه 3 تونه دیگه انا گوش کنید برو یک هکتار 3 تونه تخمینا اگر گوش کنید اگر ما 50 گرم را شنوده باشیم یک هکتار همین 3 تونه ما 60,000 یورده میشه 60,000 نیهول اگر 60,000 نیهول با ما نیم کیلویی بده اگر ما باید یک هکتار حتما 30 تن بگیریم این صوبی هست دیگه کمتر میشه یکی اگر شما 2 تن یک بخی کارتوشکا 1 کیلوگرم بگیرید 60 تن باید کارتوشکا توزیع شود نگاه کردن یا بار خطا کردن البته 10 سوتی تراکتور بودن در کور انا سبب اساسی برای همین دانیم تونی بهتره همین 4 5 تا کلان در همین یک ساعت و تای خوب میکنی تراکتور در داو میمونن دور بشه تای خوب میکنی یعنی بهتر دیار بیمولش دادن لیکن با صفات میشه که وجب یک قبول باشه انا می خیلی آیا در مایده شامل شوه نه مایده ما از همین تفسیر میگه لیکن در دواشتیش دا سری چورماق زسکو چورماق 2 تا میمونن بعد دو خرق کرده خوب لیکن دو بهار میشونه کرامو و نمیشه خدا برده یک دقیقه برادرای چقدر یوکلین مسافه بین لونده ها باید در 1 متر طولانی 4 دانه باشد 20-25 بین خطر و 70 همه اصول خرید در 1 هکتار 57,000 نیهول دانه میرود اما که بعضی آدم هستن که میگه 60 کنه شما بگذار 60 کردین 25 کنه 70 کردین 20 یعنی کانتش ها 20-22 اما که نازکی کار جدا است پیش از اون که اهمیت التماس گام نزنین از همه احترامانه خواهش و التماس برای نظم مهمانخانه وقت اینسوی خوکشناسی است با ما زنگ میزنیم ارزان‌تر شما یک بار تشخیص کنید که همین خوکتون چی داره در خبت یعنی 20 سانتی متر چی داره در خبت خوک چی میمونه کم بیش فسفر میمونه مقدار کم گوموس
ماده‌های پوسیده شده کورکورونا کار نکنه. علما که تشخیص نشان میدهد که در همین زمین شما با کش کردن نوهای بر هم وقت در تیرما التماس کارشکار نبرین یک تا زینهار نبرین. بعد کوشش کنید نوهای بر وقتی و میانه کنید. چقدر نو بر وقت شید همونقدر حاصلش میانه. دیرپس شید دراز میشود. سیوم پیش از اون که شما میشنین آجی استاد خط کردن برای پیشگیری کردن نیست کردن گاموسک یا برامون در یک تانه لونده همگی 1 لیتر میرود. کارکرد میکنین در بالا جای میخواد تنکش میکنین کارکردش میکنین خط که در یکون سویا بیستم 15 دقیقه پس و جبیده میگیره خوبه میتیم. انا بعد شنوندن که شنوندیم کارشکار پرو رزیدیم وقتی جویک میگیرین کو 10 روز بسین زمین بشینه حتما بعد شنوندن کوشش کنین از بالاش پاروی تازه ریزیم. اما کن یک سنیمتا نیش میزنه میبرویا. اهمیته. یک دقیقه که ما برای ما مدیم. بینین در وقتی که ناو زمین می کافه میبرویا گاموسا که همون کالره دی گاموسا کی کور سر میکنه. برای امروز نیست کردن در 200 لیتر رو 100 گرم مسفلر میزنیم. همون ناو اکو کلیونه میشه. چکلی نی ملاخ پیدا میشه و کو باز یکم همون شما علاقه نیست کردن از بین جانتون خلاص. استاد خط کردن که در بین و شنوندن من یکم دروازه جویا 50-60 متر باشه. دوری بد نشود. نه 50-60 متر. بعد اونجا با آب تقسیم کنی ممکن سوال میاد که ما زمین که تقسیم کنی زمین به کار میره. لیکن ضرر اونه که شما آب میشوه میبره خطر کنایو اونجا نمیخرد اینجا آب میخرد این شما بو میده. این یک دوم اکو کارتوش سوکا بسوره من اکو بخور سوال دادید کو تاوی شما جوا کمی کشی خودی جوا کم کشی ای خودی تیار کنی برای بخور ای خودی جوا کشم مدام در کوره با بخور میبید کو بخور میبید داموبانی جا خود کشیده دو پوری توزه پستگیر هم نباشد کارتوش طرف تام بده داموبانی جا سویجی پورو هکامی کلمه سویجی پوری نه نکی انا که سوالی بسوم اگر که بهور باشه پوری پشیدگیر حتما خوزی و برای چی پوری نوا میگیم برای که تو بور و گازی وایش میبرم نکشه و خیلی کم میشه اول من خیلی جا که کشید که افتاد این طرف برمی‌آید تو هشت که زمین شما این خیلی باشد حرکت کنی که طرف افتاد میزده که اکا یا شما را گوش کنی یا ما بریم با مزارات میپرسم بیایم گوش کنی یا ما طرف شما گردیم همه جدا بهور میبید که علاقه بورنو توم من شما مده همه کارچکر همون پوری پشیدگی را میترام فوسا سوپرفیسیتا میریزیدو کارتوشکا را میوند کلان قطعی 5-7 سانتی متر ماکسیموم 10 سانتی متر بلندی خوب برای که آجاس نمیده خوز در کار وقت دیگه در کار نیست سیوم اگر ما تمام کار کارچکا میبروید من التماس من همه کارچکا برآمدم پس همون راستوری گفتم که همون یک بار جوا نیم و جوا یک بار بشپید سه برگردم هم سه برگرد برای که همون جوب جو نکنه سیوم وقتی خوکش میکنیم کو حتما دموبانی همین 1 متر 2 متر دا 2-3 دونه شلغم تور مخصوصا تور اما توصیه میکنیم برای اون که همین تور یک چیز خروج میکنه که جوک 20 متر زده می تور همین یک بار بسنجه تور همین جوک به 7 متر سونه خاک چسنوک و غیره و غیره بعد از این دیگه فقط آب میکنیم آب چند بار میکنیم در هر هفته ده یک بار کاتشکر باید آب بمونیم متاسفانه بارون میبیاد میگن که ای بارون زده که دیگر کن نه بارون زده باشد نزده باشد در یک هفته یک بار کاشکر آبی دوان میتی این همین خودش است برای که کاشکر اشش شکر نمیرود در بالا است او بارون در بارون میزدگی و خدا نم نمیبخشد برای آبی که تاک میمونه و تاک زمین مروی میکنه خانم پدر بنا مرتبه 2 دقیقه دیگر با اجازت رئیس یکی از مشکلی های ما در چت بود این چیزایی بودن همه بابا شما همه وقت همین تلفن را گیره 20 ساعت ما در خدمت شما میکنم نویسه گیره اینکه ما فلان نگه نهایت بگین جماعت یکی از مشکل‌های موجود همش خیلی شد گفتن کارکرد مثلا نیست کردن گاموسای کالری اون مشکل نه امروز یک مشکلی است جمع‌آوری حاصل تک و حاصلمون میتوسه میپسه از همتون التماس گوری کارچکر سرچین کنه
چخیل فقط چیکانکا میکنن چیکانکا. چیکانکا کنه پیش از وقتی پوچالا میشود کو بعدی پوچالا شد وقتی پوچالا شد سرچین کنه اول شیج وقت یک برو نکنه یا برو علف شو بدروین 10-12 روز بیت زمین خوک شود همه گازوی بدگی اما وقتی کشکا دادیم تروبکان درون هوی میشود تناش همه گازوی در درون بدگی جوتی میبرویا کلام دنی کشکاتون 3 ماه 4 ماه والله ویرون نمیشه باید موفقیت برای تو نه باید چیکار بس من اینو تصادف Amica هم سوال ده سوالی که Ondan vakti ki kaçka vurma gıl kadı. Ya kar bora hamona bu çim. نه بعدی پوچالا شده بعدی پوچالا میشود نه اولی این سوالی Aksa ya ki aksarı değil. Baroy on ki vakti karışkara meşnunim amal mekna hama gıl kadisa. Hama hemiçira mod metunin ki بعدی پوچالا شد gıl şey yok. من اینجا میکنم قایچیرم بگیری و هم 10 سوتی یا گکتر دخشینه همه قایچیرم میگیری میبری. همه جای گلش قدی گلش خفتاگین شویش قایچکرا پرفتار میگیری هم وانجا میساز حاصلو کی فوز اینا مون نگفتیم اون مختاری 15-20% از حسابی سرچین کردن کارتوشکا زوید میگرده اگه دخونیش بگم دخونیش برای همین چیکار کنیش برو نه نه اولی بس ده همه خونه خودت 10 قطور کارتوشکا دوری نه دو خدی نه پاششان نبر بله. وبديت اولش بله، هوا بله. این مسقطه بهترین سال دیم ایلووا نیوکن برای چی میگم ما در یکی از شرکتی با نفوذی گالانجا بودم 4000 گکتاره همین یک تیپ تور میدادن اکا تور میدادن اپاراتی تور یعنی که خوشکننده مودا همون گولی که شما میبرین کو یا جا جمع کنین خروج میشود با گشت ببین الله خیلی بزرگ است انا شما وقتی که مقصدی مرومی سرچین کردن یا چیندنی گل بعدی پوچالا شده با خاطر کارچکای مایده کلان میشود احمد دودین بله فرکس یخل میشود همه حاصلتون یخل یک فرس خب یک سوال دادن که چند روز پیش از اول برگ 15 روز اقلا پیش از چیندن 2 هفته یک شوف برگوش همه باشه حاضر اومدیم با تکرار کنیم نه نه بروش من بوتخرا بریدن اما با خاطری حاضر با وقتی که مثلا ببینین خجالت نسبیل است الکی میبینین که حاصلتون زار شده است نه باید بکنیم برگ پاش خجالت نسبیل است میگن یعنی